دوستان عزیز، جوانان مسلمان بیدار شوید. اینایی که امروز به نام نمیدونم المسلمون و الموحدون و الفلان و این داعش مایش و اینا همه پروژه های استخبارات غربی هستن، فقط به خاطر از بین بردن مسلمانان. همین صلاح الدینشون که در هلند زندگی میکنه، همین بیشرف و پاسپورت هلندی داره سر جیبش، تو بگو پاسپورت تو رها بکن. ابو محمد مدنی در اوکراین پاسپورت اوکراینی سر جیبش است، از ترس اینکه حکومت اوکراین ببره در عسکری در جنگ با روسا کشته بشه، در خانه در سر مرز روسیه پنهان است. من همه اینا رو پوست اینا رو من در چرمگری میشناسم. به تو تابل بیا مسلمان بودن خودت ثابت بکن، بعد بیا دیگران رو تکفیر بکن. شیطان با هر کس یک قسم معامله نمیکنه. چی مانا؟ به اندازه ایمانت شیطان کتت برات شیطان روی میکنه. اگر 5 وقت نماز تخواندی، یک شیطانه که لاغر برات روی میکنه. اما اگر شیطان دید که تو خودت میخوای دعوت به اسلام بکنی و خصوصا دعوت به توحید بکنی، باز شیطانهای انسانی را هم سرت تور میته و شیطانهای جنی را هم سرت تور میته. از پدرت گپ میشنوی، از مادرت گپ میشنوی، از دوست خوبت گپ میشنوی، از دوستای خوبت میشنوی. از دشمنا چی میگی؟ دشمنا وقت مظاهره میکنه که اعدام شوی. فهمیدی؟